ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул. гуфтори 51. نشر اثر دوجلده پیشوای ملت امامعلی رحمان زبان ملت هستی ملت را تحول بنیادی در جاده علم زبانشناسی معاصر تاجیک ارزیابی نمودن به مورد است. قسم یکمی اثر از باب دوره‌بندی تاریخی زبان تاجیکی آغاز گردیده بابهای سرگذشت تاریخی واژه تاجیک و زبان تاجیکی، زبان ما در دوره استیلای عرب و نخستین سلاله های ایرانی تبار، زبان نوشتاری تاجیکی دوره آغازین، دوره بالندگی و شکوفایی زبان تاجیکی و گسترش زبان تاجیکی به صفت زبان بین المللی را در بر می‌گیرد. نامنگاری تاجیکی در این عهد توسط صاحب دیوان رسائل سلطان محمود و سلطان مسعود ابونصر مشکان وفات سال 1039 رواج و رونق بیشتر پیدا کرد که با شرافت تاریخ بیهقی چند نامه نگاشته او تا زمان ما رسیده است. در این نامه‌های باقی مانده زیبایی و رسایی زبان مؤلف به نظر می رسد و در زیر پارچه را از نامه سلطان مسعود به خان کاشغر قدرخان که به قلم ابونصر مشکان تعلق دارد نمونه می آریم. امروز چون تخت به ما رسید و کار این است که بر هر دو جانب پوشیده نیست، خرد آن مثال دهد و تجارب آن اقتضا کند که جهد کرده آید تا بناهای افراشته را در دوستی افراشته تر کرده آید تا از هر دو جانب دوستان شادمانه شوند و حاسدان و دشمنان به کوری و دهدیلی یعنی تشویش و اضطراب روزگار را کران کنند و جهانیان را مقرر گردد که خاندانها یکی بود و اکنون از آن چی بود نیکوتر شده است. این نامه همچنین از دایره نفوذ و اعتبار زبان تاجیکی فارسی دری در این عهد در خانگری کاشغر شهادت می‌دهد. تألیف تاریخنامه معروف تاریخ سیستان نیز به همین دوره راست می‌آید. متاسفانه نام مؤلف آن معلوم نیست. تألیف این کتاب به اندیشه محققان تقریباً در سال 1054 به پایان رسیده است، ولی به اندیشه محمد تقی بهار ترکیبات و اصطلاحاتی در این کتاب آمده آن را کهنه‌تر و زین الاخبار گردیزی و تاریخ بیهقی نشان می‌دهد.
تألیف این کتاب به اندیشه محققان تقریباً در سال 1054 به پایان رسیده است. برای به اندیشه محمد تقی بهار ترکیبات و اصطلاحاتی در این کتاب آمده، آن را کهنه‌تر از زین الاخبار گردیزی و تاریخ بیهقی نشان می‌دهد. کتاب مذکور بر ضم نمونه معتبری نثر کهن بودن، همچنین از نگاهی فرا گرفتن حادثه و واقعه‌های تاریخی و آشکار کردن شخصیت‌های بزرگ سیاسی و فرهنگی بسیار ارزشمند است. بعضی نمونه‌های نثر کهن تاجیکی فارسی دری، از جمله پارچه‌ها از گرشاسب‌نامه در نمونه سرود آتشکده کرکوی و عجایب بلدان ابوالمؤید بلخی که در بالا یادآور شدیم، در بطن متن این کتاب تا زمان ما رسیدند. قسمت آخری کتاب که واقعه‌های عصرهای بعدی را در بر می‌گیرد، بدون شک از جانب کاتبان با کتاب همراه کرده شده و قسمت اصلی کتاب علاقمندی ندارد. زبان قسمت اساسی کتاب ساده و روان و دور از پیچیدگی و دشوار بیانی است. برای نمونه پاره را از این کتاب در زیر نقل می‌کنیم. و چون بر منبر اسلام به نام ترکان خطبه کردند، ابتدای مهنتی یعنی رنج و عذاب سیستان آن روز بود و سیستان را هنوز هیچ آسیب نرسیده بود تا این وقت. و اندر جهان از روزگار یعقوب و عمر هیچ شهر آبادانتر از سیستان نبود و دارالدوله گفتندی نیمروز را تا آن روزگار که امیر خلف را از سیستان ببردند، بخلاف که مردمان برو کردند تا دیدند آنچه دیدند و هنوز میبینند. قابل ذکر است که در تاریخ سیستان بسیار کلمه ها و ترکیب های اصیل زبان ما از قبیل فرادید نآمدن، یعنی به چشم ننمودن، پتیاره، آفت، بدست به عربی وجب، سیکی نوعی شراب اصلش سیکی، آشفتن، شهر بیاشفت یعنی شهر به شور آمد، تارک فرق سر، این کلمه در شکل تار به معنی سر، بالا، تاری بام، تاری باره، تاری کوه در اکثر گویش های تاجیکی امروز مورد استفاده قرار دارد. آماس به عربی ورم، عید گوسپند کوشان، عید قربان، دانگ، ششیک و غیره به مشاهده می رسند که اکثر آنها در دیگر آثار این دور از جمله کتاب و تفهیم بیرونی به نظر می رسند. در عهد غزنویان تألیف آثار ریاضی و نجوم و جغرافیای ریاضی رواج و رونق بیشتر پیدا کرد که بیشتر این آثار به قلم یکی از بزرگترین استادان زبان تاجیکی در علم
ابوریحان بیرونی تعلق دارد. ابوریحان بیرونی ابوریحان محمد ابن احمد بیرونی 4 سپتامبر سال 973 در یکی از موضعهای بیرونی شهر کاس خوارزم به دنیا آمد و تخلص بیرونی به همین محل زادن او بیرون از شهر کاس گواهی می‌دهد. او را هنوز هنگام زندگیش با احترام و صمیمیت با عنوانهای استاد الرئیس و امام الرئیس نام می‌بردند. در بعضی کتاب‌های بعدی از او با عنوان حکیم نیز یاد کردند که این همه از بلندی مقام و مرتبه وی در علم و سیاست و دین شهادت می‌دهد. در بابت ایام طفلی و تحصیل ابتدایی او در مأخذها اشاره نرفته است. برای خود وی در یک قصیده عربیش از آن که در خاندان آل عراق به وایه رسیده از امیرزاده این خانواده ابو نصر عراق که از دانشمندان معروف عهد خود در علم مثلثات کوروی بود و عمر خیام او را از ریاضیدانان مقام اول به شمار آورده است، تربیت یافتن خود را تأکید کرده است. ابوریحان بیرونی از خردسالی دارای استعداد و فهم و حافظه قوی بوده و جز از زبانهای خوارزمی و تاجیکی فارسی با آموزش زبانهای عربی، یونانی، سوریانی، هندی و عبری شوق و رغبت داشته است. فعالیت علمی بیرونی برمحل از سن 17 سالگیش که ارتفاع آفتاب را هنگام اعتدال بهاری و تیرماهی در زادگاهش اندازه‌گیری کرده است شروع می شود. بعداً در سن 21-22 سالگی آلاتی در آن عهد موجوده نجومی را تصحیح کرده عرض و طول اکثر شهر و روستای خوارزم را معین می کند و در همین سالهای زندگیش نخستین کره زمین را می سازد. سال 995 با قتل آخرین امیر خاندان آل عراق عبدالله محمد ابن عراق به دستیواری گرگنج جرجانیه مأمون ابن محمد وفاتش سال 997 زندگی آرام و آسوده بیرونی انجام می یابد و او به ترک وطن مجبور می شود. وی نخست به ری و از ری به گرگان سفر می کند. در ری با ابو محمود خوجندی که از مقربان دربار فخرالدوله دیلمی 976-997 بود و بیرونی او را یگانه عهد در ساختن اسطرلاب و آلات نجومی دیگر توصیف کرده است ملاقات می نماید. سال 997 دوباره به زادگاه خود برگشته
با راهی مکاتبه با عبدالمحمود بوزجانی در یک وقت هر دو گرفتن ماه را در بغداد و کاس مشاهده می کنند. بیرونی چندی در دربار نوح ابن منصور سامانی به خدمت مشغول می شود، ولی بعداً با سببهای نامعلوم او از بخارا بیرون می رود. بعداً مدتی در تبرستان به خدمت مرزبان ابن رستم مؤلف کتاب مرزبان نامه کمر بسته، یکی از نخستین کتاب‌های علمی خود مقالید العلم الهیئت را که بزرگترین اثر در باب مثلثات کوروی است به نام او تصنیف می نماید. پس به گرگان به دربار شمس المعالی قابوس ووشمگیر 938 1012 رحم یابد و مدت 6 سال مورد احترام این امیر قرار می گیرد. در همین شهر گرگان سال 1000 شاه اثر علمی خود آثار الباقیه را به نام شمس المعالی قابوس به زبان عربی تألیف می کند. این کتاب علاوه بر آن درباره تقویم و گاه شماری خلق و قومیت‌های مختلف از قبیل رومیان، هندوان، سورانیان، عبریان، کیپتیان، عرب‌ها معلومات کافی می‌دهد. در مجموع تاریخ نامه شاهان ایران و ایرانی نژاد است. شمس المعالی قابوس به بیرونی دیوان وزارت پیشنهاد کرد، ولی بیرونی این دعوت را قبول ننمود و شاید با دعوت ابوالحسین سهیلی وزیر دانش دوستی ابوالحسن علی ابن مأمون خوارزمشاه 997 1009 که پس از مرگ پدر به تخت سلطنت نشسته بود به گرگنج برگشت. در دربار علی ابن مأمون با هدایت ابوالحسین سهیلی که به قول صاحب 4 مقاله حکیم طبع و کریم نفس و فاضل بود، بزرگترین دانشمندان آن عهد ابو علی سینا، ابو سهل مسیحی، ابو نصر عراق، ابو صمد حکیم، ابو الخیر خمار گرد آمده بودند که این جمعیت را در کتب علمی معاصر با نام فرهنگستان مأمون یاد می کنند. این فرهنگستان در روزگار امارت برادری ابوالحسن ابوالعباس خوارزمشاه 1009 1016 که بیرونی در دربار او مقام مشورت داشت اعتباری بیشتر پیدا کرد. ابوالعباس به خاطر حفظ امنیت خوارزم خواهر سلطان محمود غزنوی را به زنی گرفته بود و سلطان محمود همواره خوارزمیان را به زیر باری ننگین تابعیت خود فرا می‌خواند. ابوالعباس زیر باری اطاعت سلطان محمود رفت و سران لشکر او را سال 1016 کشتند و برادرزاده‌اش ابوالحارث را به تخت خوارزم شاهی نشاندند. سلطان محمود بهار سال 1017 با بهانه قتل دامادش به خوارزم حمله ور شد و به دولتداری اصلزادگان خوارزم به طور همیشه خاتمه داد. ابوالحسین سهیلی، ابو علی سینا و ابو سهل مسیحی پیش از هجوم محمود خوارزم را ترک گفتند. ابوالخیر خمار، عبدالصمد حکیم و چند دانشمندان دیگر به دست لشکریان محمود به قتل رسیدند. سلطان محمود ابو ریحان بیرونی را به غزنه آورد. بیرونی در غزنه المسامره فی اخبار خوارزم را نوشت و چنان که در بالا گفته گذاشتیم بیهقی در آخر تاریخ نامه خود حکایتی را از آن نقل کرده است. ابو ریحان بیرونی در غزنه همچنین سال 1025 کتابی
تهدید و نهایات الاماکن و سال 1029 کتاب تفهیم لی صناعت تنجیم را تعریف نمود که کتاب آخر به زبان تاجیکی نوشته شده از دردانه های نثر علمی زبان ما شناخته شده است. زبان تألیف این اثر بسیار روان و رنگین است و از استادی کاملی بیرونی در زبان تاجیکی، فارسی و تألیف آثار علمی به این زبان شهادت می دهد. برای نمونه و شناسایی با سبک نگارش مؤلف که به طور پرسش و پاسخ بیان گردیده است، پارچه را از این کتاب منظور نظر خواننده می گردد. نوروز چیست؟ نخستین روز است از فروردین ماه و از این جهت نوروز نام کردند، زیرا پیشانی سالی نو است و آنچ از پسی اوست از این 5 روز همه جشن هاست و 6 فروردین ماه نوروزی بزرگ دارند، زیرا خسروان بدان 5 روز حقهای حشم و گروهان و بزرگان بگزاریدندی و حاجتها روا کردندی. آنگاه بدین روز 6 خلوت کردندی خاصگان را و اعتقاد پارسیان اندر نوروز نخستین آن است که اول روز است از زمانه و بدو فلک آغازید گشتن. تیرگان چیست؟ 13 روز است از تیر ماه و نامش تیر است، هم نامی ماه خویش و همچنین است به هر ماه آن روز که هم نامش باشد او را جشن دارند. و بدین تیرگان گفتند که آرش تیر انداخت از بحر سرخ منوچهر که با افراسیاب ترکی کرده است بر تیر پرتابی، یعنی مسافه پرتافتن تیر از مملکت، و آن تیری کفت او از کوههای تبریستان بکشید تا به سوی تخارستان. مهرگان چیست؟ 16 روز از مهر ماه و نامش مهر و در این روز افریدون ظفر یافت بر بیورسپ جادو، آنک معروف است به ضحاک، و به کوه دماوند باز داشت و روزها که سپس مهرگان است همه جشنند بر کردار آنچ از پس نوروز بود و 6 آن مهرگان بزرگ بود و رامروز نام است و بدین دانندش. بیرونی در این کتاب در برابر اصطلاحات متداول عربی، علمهای مشهور زمانش، هندسه و شمار و نجوم و جغرافیا و غیره، معادل فارسی ساخته و برگزیده
در حقیقت حال کاری بزرگ و شایسته تحسین انجام داده است که چنین اقدام در تاریخ تشکل زبان تاجیکی به صفت زبان علم بی‌نظیر و بی سابقه است. در همین دوره بیرونی به هندوستان سفر کرد و رهاورد سفر او از این سرزمین کتابی ما لیل هند است که تا امروز بهترین اثر درباره تقویم و گاهشماری، دین و آیین و افکار و اندیشه هندوان شناخته شده است. ابوریحان بیرونی مدتی 12 سال در دربار سلطان مسعود زندگانی کرد. این مدت دوره نسبتاً آرامانه و آسوده حالانه و پرمحصول زندگی و فعالیت او بود. در این دوره بیرونی کتاب قانون مسعودی را تألیف نمود که از مهمترین و مفصلترین آثار در هیئت و نجوم، مثلثات کوروی و جغرافیای ریاضی زمان بیرونی است و ابوالفضل بیهقی نیز آن را بهترین تألیفات ابوریحان به قلم داده است. کتابی مفصل در بابت داروشناسی، کتاب الصیدنه فی الطب را بیرونی در آخر حیاتش تألیف کرده است که منبع سرشار از واژگان و اصطلاحات اصیل تاجیکی است. یکی از دلیل‌های دیگری استادی ابوریحان بیرونی در زبان و ادب فارسی و عربی، چنان که خود او در رساله فهرست کتب محمد ابن زکریای رازی ذکر می کند، ترجمه داستان‌های معروف وامیق و عذرا، حدیث ارموزدیار و مهریار، حدیث قسیم و سرور و عین الحیات، یعنی داستانی شادبهر و عین الحیات، حدیث دادماه و گرامی دوخت و حدیث دو صنم بامیان، یعنی سرخ بوت و خین بوت، دو بوتی سنگی بامیان که درباره آنها مردم داستانها آفریدند، از فارسی یا فارسی میانه به عربی است. ضمناً تذکر باید داد که همین داستان‌های وامیق و عذرا، شادبهر و عین الحیات و سرخبوت و خنگبوت را یکی از معاصران بیرونی، ملیک الشعرای دربار غزنویان، حکیم انصوری بلخی بر رشته نظم کشیده است. همچنین آثار ابوریحان بیرونی منبع سرشار از واژگان و اصطلاحات زبانهای قدیمه زبانهای ایرانی است، چنانچه از سغدی، آغام، نوسرد، جورجن، نیسان، بیساک، ایشنخندا، مژخند، فغکن، از خوارزمی، ناوسارزی، اشغار، ارغاسیوان، فغبوریه، جیروز، نیمخط و از تخاری، خزان آمده است. این آثار مهمترین سرچشمه است برای آموزش این زبانها. شما گفتار 51 رو از روی کتاب یکم اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، زبان ملت هستی ملت، تحت عنوان به سوی پایندگی، در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمپول شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، صدابردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.